یک بار برای همیشه کل گرامر زبان رو فقط توی 1 دقیقه یاد بگیریم، با همدیگه بسازیم. ببین حال همش هم با فعل دوه ها. اگر بخوام حال ساده بسازم میگم I do، یعنی انجام میدم. اگه بخوام حال استمراری بسازم اول باید ام بذارم، به فعلم یه دونه ing بدم، میشه I am doing که فارسیش میشه دارم انجام میدم. اگر بخوام همینو گذشتهش بکنم اینجا یه دونه was میذارم با doing، یعنی داشتم انجام میدادم I was doing. اگر بخوام گذشته سادهش بکنم دور گذشته میکنم میشه I did، انجام دادم. اگر بخوام آیندهش بکنم کافیه که یه دونه will اضافه کنم I will do، انجام خواهم داد. اگر بخوام حال کاملش بکنم اینجا یه have میذارم، اینجا قسمت پی پیشو میذارم میشه I have done، انجام دادم. اگر بخوام حال کامل استمراریش بکنم هم have میذارم هم been میذارم، اینجا فعلم ing میدم چون بنم مثل امایز و آر باید حتما بعدش ing بیاریم. اگر بخوام گذشته کاملش بکنم اینجا شده have done، اینجا فقط میشه had done، انجام داده بودم. اگر بخوام گذشته کامل استمراری کنم اینجا شده have been doing، اینجا میشه had been doing. حالا توی من بگو از به گرامر زبانت همین الان از 1 تا 10 چند میدی تا من توی کامنت خودم راهنمایی